آقا کریم شعر بلدی بخونی؟ یه شعر بخون. بسم الله الرحمن الرحیم. اسم چیه؟ علی. علی تو بلدی سوره قرآنی یا شعر بخونی؟ نه. شما اسمت چیه؟ کلم. چی؟ کلم. کریم؟ سن حمامش مثلا تمیز بود، غذاش خوب بود، ساندویچ میدادن، نوشابه دادن، پرتقالدان زدن دادن، خیلی قشنگ. خسته من مثل مرغ بال و پر شکسته ام. جان چه کارایی رو خودت انجام میدی؟ مثلا میرم دشتی خودم شوشولمو میشورم. چی کار میکنی؟ غیبت نکنیم، تهمت نزنیم، مال مردم رو نخوریم، حجابمون رو رعایت کنیم، جایی که نباید نشون نامحرم بدیم ندیم. عربستان و ترکیه. عربستان و ترکیه به دریای خزر راه دارند. چرا در شمال ایران بام بسیاری از خانه ها را شیبدار درست میکنند؟ شیبدار درست میکنن؟ خب مرگم من میخوام برم خرید، تو نمیای؟ نه میترا، یا همه کار دارم که باید انجام بدم. پس من میرم، بای. چه فایده ای داره این دید و بازدید؟ الان چه فایده ای داره این دید و بازدیدا؟ چه فایده ای داره اینجا؟ بله اینجا معنی وای دیگه اسم منو به این نگین، بعد میان بار ما اذیت میکنن آقا، بعد میان جلوی در ما این کارا میگن عقده‌ای هستن که اینا. اسم منو یه بار نبریم، من بیخود اسممو گفتم، وای که من بدبختم. What to do what not to do. چیکار میکنی چیکار نمیکنی؟ مردم کاروبار دارن، من بار دارم میخوام برم. آشتی میکنی نمیکنی؟ بگو دیگه. آقا برای من تو دو مودو دو فلان. اصولا دین اسلام دین محبت است. دین محبت آقا، نه محمد. چی تو نمی‌کنی؟ گفتگوی من با رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت است، آقای گویا. آقای گویا، موضوع شیوع یه دختر دارم شو نداره، صورتی داره ما نداره، پس خوشگلی تو نداره. واقعا مشکل مردم ما الان شکل موی بچه‌های ماست. بچه ها دوست موشون عجوری بذارن ببینن تو چه ربطی داره؟ دولت باید بهت اداره. تو با تمام قلب من نیومده یکی شدی، به قصد کشتن اومدی، تمام زندگی شدی. نمیتوانیم پدرت رو بیار پیش خودت، یعنی اینجی کاش میشد پدرم رو بیارم، باور کن. برادر ندارم. خواهر تو جان دسترسی مکسب باید داری، شده قاتل جون عزیزا، همه یه حرف میبینم یه گوشی تو در گوششون رم چیه مکسب؟ ساله دارین آش درست میکنین و به مردم عرضه میکنین؟ بفرما. چند ساله؟ چند ساله خودمون چند سال میام. چند ساله آش داری درست میکنی؟ سالها. خانم شماره 3، بیماری التهاب در کبد را چه میگویند؟ چربی بیماری کلا، یعنی یکم خوشخاصه، یعنی من تا حالا همچین طعمی نچشیده بودم، یه خوش نچشم. سر علی بی تو بفرما. خیلی ممنون. مامان آمی اومد تو سر بیجیره، من نگفتم دست کت شورت و سرقلت مامان آمی بده. مامان بیا بریم بس دیگه. در حال تو کل جهان از ایران حساب میبرن، رو پای خودمون وایسادیم، مثل شاه وابسته نیستیم. من لیاقت این که بخوام خونه زندگی درست کنم نه این که ندارم، ازم گرفته شده. من هر کاری که بگی میکنم، اما تو فامیل و در همسایه میدونی که برای یه دختر هر چی میخواید فوش بدید، مگه از زیبایی من کم میشه؟ تازه شماها منو زیباتر میکنید. من زیباترین پسر جهانم. عشق دیدم اما دلم نلرزید، انگار تو رو ندیدم. دن نیرومدی خیلی خفه شو مرتی که بیشعور. عروس ننم میشی؟ چرا؟ میتونی؟ به خدا 4 دفعه 5 دفعه. 4-5 دفعه؟ آره. او پدرمو در میاری نه؟ خواهش میکنم.